ما قبول دارم. بخوانید اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا و اشهد ان محمدا عبده عبده و رسوله. و رسوله. یا الله، یا الله. کسی که به اهل بیت توهین میکنه ما بیزار هستم. کسی که به اهل بیت توهین میکنه بیزار هستم. کسی که توهین امهات المؤمنین میکنه ما بیزار هستم. بیزار هستم. کسی که توهین صحابه را میکنه ما از امی عقیده بیزار هستم. بیزار هستم. ما فقط مدد از خداوند متعال میخواهم. بیشک ما مدد از خداوند میخواهیم. الله اکبر. مبارک شو خواهری عزیز. خواهری ما هستی، مؤمن هستی الحمدلله. از جرمنی شیعه هستی؟ شیعه هستم بله. خب بفرمایید. از سوال اول ای که شما همیشه میگین که دین شیعه غلط است. از چی لحاظ غلط است؟ از اینکه حضرت علی علیه السلام بر حق بوده، شیر خداوند بوده، داماد از پیغمبر خدا بوده، نواسیش و اینا بر روش با حدیث در قرآن اسمایشون آمده، چرا از عمر نامده؟ چرا از عثمان هیچ حدیث نیست؟ این سوال اول من هیست. من قصد توهین کردن به هیچ چیز ندارم، چون پدرم از سنی است، مادرم شیعه، من خوابهای خیلی زیاد. سوال دوم من میتونم بانی بس سوالای خلاص یک خواهری عزیز، الحمدلله ثم الحمدلله. ما اهل سنت و جماعت علی رضی الله عنه شیر خدا را میدانم، شیر خدا بود، لیکن متاسفانه شما مردم عقیده داری که امی شیر خدا از زن خودش دفاع نمیکرد. 100% میکرده. نکرد. در کتب شما میگه که صحابه آمد فاطمه رضی الله عنها تو کوب کرد و معشومش زایه شد و به خانهش در داد و دخترش ام کلثوم دختری فاطمه رضی الله عنها که ام کلثوم بود عمر رضی الله غصب کرد. این چه رقم شیر خدا هست؟ در یک جای میگه که شیر خدا بود، در دیگه جای از زن خودش دفاع نمی. در کتب شما هست. و خواهری عزیز ما در یک کتاب اینجا ببینید ما میگم سوالی ما را کامل گوش بگیرید. اگر اموتور بحث ما گډوډ شو ما محبت نداریم با مباحث. خواهری عزیز شما سوال کردی علی گوش بگیرید. ای مسند امام احمد ابن حنبل هست کتاب ما 820 روایت از امام علی رضی الله عنه داریم در نماز و در وضو و در دیگه چیزها. ما به شما چالش میتم اگر شما امام علی رضی الله عنه قبول داری، وضوی امام علی، نماز امام علی، کیفیت نماز امام علی در کامل مذهب شما برای ما ثابت بکنید. یک خب یک باز ما شما گفتی که علی رضی الله عنه شیر خدا بود. اهل سنت و جماعت امام علی رضی الله عنه در 5 وقت نماز با اموشم درود میپریسته. درود بری امام علی رضی الله عنه میگوید و امام علی رضی الله عنه چهارم خلیفه اسلام هست، داماتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و عمر رضی الله عنه داماتی امام علی رضی الله عنه هست. آل شما دیدی سعی کنید خواهری عزیز گپ در فضیلت امام علی نیست. خواهری عزیز کسی که امام علی رضی الله عنه قبول نداره مسلمان نیست. کسی که قطع امام علی رضی الله عنه بغض داره او مؤمن نیست. قطع ما بحث در فضیلت امام علی نکنید. شما اینجا شنیدی در کتاب شما که کافی هست کلانترین کتاب بچه امام علی رضی الله عنه زنا میکرد و همه شیعه امام علی رضی الله عنه زناکار بود. شما قبول داری اما کتابی شما؟ نه من قبول ندارم. خب چرا میگی که ما فلانی را قبول داریم، فلانی را قبول داریم، فلانی را قبول داریم؟ خواهری عزیز در کتب شما میآید که همه شیعه با امی عقیده هست که قرآن عظیم شان کامل نیست، تحریف هست و در قرآن چنجز صحابه را آورد و کامل قرآن که از پیش مهدی هست. شما امی عقیده را قبول داری؟ به نظر من شیعه نادانم هست، خیلی زیاد سنی نادانم هست. کتابهای شما میگه خواهر عزیز، مفسرین شما میگه، مرجع شما میگه. یک مثال به شما بدم. ما وقت در افغانستان بودیم به حد ظلم و ستم که سر شیعه میکردن، شیعه گفت از پشتشون در کوچه میدویدن، حتی باور به خدا کنید در داخل خانه خود هزارها پت میشدن از گید سنی‌ها. ما به چشم خود طفل بودیم دیدیم. خواهر عزیز سعی کنید امو گپای سیاسی که از هر کسی که ظلم کرد ما قبول نداریم. خواهر عزیز در بحثای سیاسی ما نمیرم. ما در کامپیوتری ما کتابهای شما پیش ما هست. کسی که سنی ظلم کرد ظالم هست، که شیعه ظلم کرد ظالم هست. هر کسی که ظلم کرد ما با مو چیزا کار ندارم.
و ما نمیخواهیم که خدا نخواسته یک سنی و یک شیعه بیاید در مابین خودش به یک دیگر ظلم بکنه. نه خیر، اینجا ما آمدیم به شما دعوت میتونیم که بیا قرآن قبول کنید، بیا که حقیقی اهل بیت قبول بکنید، امام علی و امام حسن و حسین رضوان الله و علیهم الصلاة و السلام بیا قبول کنید. به خدا قسم خواهر عزیز، شما به موسیقی و به متعه ایمان داری؟ عقیده داری؟ بله. خب بهتر از زنا. مثلا یک نظر بخشین گوش کنین. اهل سنت وقتی که نامزاد میشه، دختر نامحرم با مرد نامحرم در یک اتاق میره بدون دعا، این حرام است در نظر مزید اسلام. در قرآن هست که دعایی باید خوانده شه و صیغه نیست، دعایی باید خوانده شه، دعای محرمیت است که دو تا جنس مخالف وقتی که در داخل یک خانه میشن اونا غریبه هستن. خواهر شنید صیغه دعا خوانده شه یعنی دعای محرم. خواهر عزیز، در سر ما یک چیز پیت نکنید که ما به ما اعتقاد نداریم. این دروغ هست. کسی که میکنه جایز نیست. این ما میگم. لیکن علی مسئله در چیه؟ شما گفتی که ما پیروی امام علی هستم. صحیح درست است یا نیست؟ بله. خب 12 امام قبول داری؟ 100% قبول دارم. بله. کدام امام گفت که صیغه بکنید؟ ببینید من خدا نیستم، پیغمبر نیستم، زیاد معلومات دارم خیلی. عزیز ما نگفتیم که تو خدا هستی، پیغمبر هستی. سوال ما را خوب گوش بگیرید خواهر عزیز. ولی از خدا اما چیزی که ما سوال میکنم جواب ما بدید. کدام امام و زن امام و دختر امام و خواهر امام و در فامیل امام آیا میتونی که یک کس بر ما ثابت بکنه که صیغه میکرد؟ و اگر ما ثابت کردم از امام علی، از امام حسین، از امام صادق و از امام باقر از کتب شما، اگر ما ثابت کردیم که این زنا هست، این صیغه جایز نیست، حرام هست، باز قبول میکنی؟ ما قبول میکنم. یک سوال من شما دارم، آیا جایز است که دو تا مرد زن غریبه نامزاد میشن بدون دعا در یک تخت خواب برن؟ ببخشید خواهر عزیز، یک نامزادی هست. مثلا از یک گوش بگیرید، از یک خانه پدر و مادر میره و در دیگه خانه پدر و مادری دختر میایه، چی میکنه؟ نامزادی میکنه، توافق میکنه. لیکن امی زن و امی بچه تعالی جایز بری ایشان نیست که به یک دیگه بره و ملاقات بکنه و در یک جای شوه. ای جایز نیست. وقتی که در نامزادی ایجاب و قبول شوه، خلاص شد، ای زن و شوهر شد، ای خواهند و زن شد. نه بدون دعا به نظر شما خوب است؟ نه دعا که شوه خواهر عزیز دوام میشه. ما نمیگم دعایی که در قرآن است، ما خودم خواندیم، قرآن کامل بلد هستم، در قرآن است و دعا باید خوانده شود وقتی که دو تا غریبه نامزاد میشن. ایجاب و قبول خواهر عزیز امی ایجاب و قبول دعا هست، ایجاب و قبول دعا هست. بله من هدف ما صیغه نیست. خب علی ما شما گفتی که از کتب ما ثابت کنید، ما قبول میکنم از کتب شما. خب بیا خواهر عزیز، باز ان شاء الله از امو عقیده توبه میکشی که از اهل بیت، از کتب اهل بیت و از کتب اهل سنت و از ائمه ثابت کردم که این متعه و صیغه کی هست، این زنا هست، حرام هست. باز امو عقیده را ترک میکنی بخیر؟ ما عقیده به صیغه ندارم، نمیگم صیغه، میگم دعای از قرآن نه ما گفتم قبول ندارم، اون دوستا شنیدن. صیغه را نگفتم، گفتم دعای قرآن وقتی دو جوان یک جای میشن حرام است. علی شما صیغه را قبول داری یا نداری؟ نه ما قبول ندارم. خلاص شد که قبول نداری. امام علی رضی الله عنه میگه اما در ایران و در همه مناطق شیعه که صیغه میشه، متعه میشه. ایران اگه که ایران که مسلمان نیستن، اصلا میگن که ما مسلمان نبودیم، ما را مثلا عمر به زور مسلمان کرده، به زور شیر مشهور. ایرانی ها را قبول ندارم. اسلام از قلب قبول دارم. خب من هیچ کس وادار نکرده که من نماز بخوانم، قرآن بخوانم. پدر و مادر من ایرانی نبودن، سنی و شیعه بودن، درست است، از دو دین بودن، اما پدرم میگفت بچه‌م دین است، کلش مسلمان است. من نمیگم که تو باید اهل سنت باشی یا شیعه. مادرت از تربیت از قلب قبول دارم. خواهر عزیز، کلانترین تفسیر شما شیخ قمی، این کلان تفسیر صحیح ترین تفسیر شما هست، میگه که عایشه رضی الله عنها یک زنی فاحشه بود. شما قبول داری؟ نه قبول ندارم، چون ما ندیدیم. آلی دمی دور دیگه که نشانه دادم، اما کتابها را نشانه. حدیث دامده که خراب بوده، در هیچ حدیث نیست. وقتی در حدیث نیست گفته از هیچ امام نبوده، ما قبول ندارم. ما تا اگه فایشان باشه نمیگم فایش است. خود شیعه میگه 12 امامه همه شیعه با امی اتفاق است که عایشه رضی الله کل شیعه نمیگن، نادانایش بی سوادا میگن.
او خواهر عزیز مفسر کلانترین مفسر قومی شما میگه که عائشه رضی الله عنها العیاذ بالله یک زن فاحشه بود و وقتی مهدی ما بیاید از قبرشان میکشه و با عائشه رضی الله عنها حد جاری میکنه. خب باز او رو خداوند میفهمه، او رو خداوند میفهمه، ما نمیفهمیم. حتی اگر از پیغمبر خدا را توهین کردن ما اجازه نداریم به نواسیش، به اولادش. آل خداوند در قرآن میگه که عائشه رضی الله عنها مادر مؤمنه هست. خداوند میگه آیا خداوند به مردم میگه که یک زن فاحشه مادر شما هست؟ در کدام حدیث آمده؟ میشه شما بگوین که من بخوانم؟ آیات در قرآن خداوند متعال در سوره الاحزاب آیات 6 میگه و ازواج النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چند زن که داره، همه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مادرای مؤمنه هست. آیا شما مؤمن هستی؟ بله. عائشه رضی الله عنها مادر. خب خواهر عزیز عائشه رضی الله عنها مادر شما هست؟ 100%. وقتی که خانم پیغمبر است ما باید احترام کنیم. خواهر عزیز آلی که قومی کلانترین عالم مفسر شما هست، در مذهب 12 امام شما هست، او میگه که نخیر عائشه رضی الله عنها یک زنی العیاذ بالله فاحشه بود و مهدی که بیاید از قبرشان میکشه و حد جاری میکنه به عائشه رضی الله عنها. آیا این قومی دروغ میگه یا راست میگه؟ دروغ میگه. من قبول به شخص خودم قبول ندارم. من فقط میگم احترام پیغمبر که این همه حدیث ازش آمده، از حضرت علی علیه السلام حدیث آمده خانمش دختر پیغمبر خداست، توهین کردن ما اجازه نباید به توهین کردن بدیم. بخواد اجازه از این نداریم. ما خدا نیستیم، پیغمبر نیستیم که کسی که توهین بکنه خواهر عزیز او کی هست؟ کسی که توهین پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکنه او کی هست؟ کافر است مطلق. الله من ایرانی‌ها رو قبول ندارم به هیچ وجه. مسلمان به مسلمانی قبولش ندارم، چون چیزی که زناست خلاف چیز از قانون اسلام است اونا انجام میدن. من به ایرانی کار ندارم. افغانی هستم، درسته در ایران 5 سال زندگی کردیم، در اروپا کلان شدیم، 15 ساله بودیم آلمان آمدیم. اما من میگم که چرا شما مثلا در فارسی چیزای مهم توضیح نمیدین به مردم؟ چه رقم؟ نگوین که مثلا نگوین که شیعه کافر است. یا گپ بزنین که چی ما کلان کو اسکرینی ما کلان کنید. خواهر عزیز و خواهر عزیز اینجا ببینید و خواهر عزیز این کتاب شما هست، این کتاب شما هست لیال البشاور. این سید هست سلطان الواعظین السید محمد الموسوی الشیرازی. در این کتاب دوم سید تحقیق کرد السید حسین الموسوی. اینجا ببینید امی کتاب صفحه چند جلد اول صفحه 818 ای چی میگه؟ میگه اما نحن الشیعه فنعتقد عقیده ما شیعان است هر کسی که با یک زنی پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین بکنه، توهین چه حفصه باشه و چه عائشه باشه، فهو ملحد کافر ملعون. او ملحد هست و کافر هست و ملعون هست. خب ما نگفتیم او خواهر عزیز آلی مثلا یک دقیقه وقت به ما بیتی که ما دیگه کتابهای شما به شما نشان بدم. دی ما قبول اینجا میگه یک کتابای شما را ببین، شما گفتی که این نادان هست، این صراط المستقیم کلانترین علامه شما هست، متکلم سید هست، علامه هست. این میگه که عائشه رضی الله عنها یک زنی فاحشه بود العیاذ بالله در جلد 3 و صفحه 165. خواهر عزیز اینجا خوب گوش بگیرید، این تفسیر نور الثقلین هست. در نور الثقلین میگه که عائشه رضی الله عنها به خدا قسم یک زنی فاحشه بود، قسم میخوره العیاذ بالله، روایت میاره. خب دیگه کتاب بیا خواهر عزیز این تفسیر قومی هست که پیشتر ما گفتم جلد 2 صفحه 362 میگه که قسم به خدا عائشه رضی الله عنها زنی فاحشه بود العیاذ بالله. اینجا ببینید تفسیر برهان هست او خواهر عزیز 358. اینجا ببینید مستدرک انوار الثقلین انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین میگه که عائشه رضی الله عنها یک زن بود که پیسه جمع کرد به زنا العیاذ بالله. او خواهر عزیز یک کتاب نیست، دو کتاب نیست. باز اینجا خوب گوش بگیرید، در اینجا خوب گوش بگیرید. این دیگه کتاب به شما ما نشان میتم. اینجا ببینید این کتاب، یک دقیقه این کتاب ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کجا رفت؟ اینجا هست. عقود المرجان ای سید هست، عقود المرجان فی تفسیر القرآن السید نعمت الله جزائری. در اینجا میگه که عائشه رضی الله عنها قسم به خدا یک زنی فاحشه بود. و خواهر عزیز
آلی ما چرا کم قبول کنیم که همه شیعه همه مفسرین شما، همه آقاهای شما، همه مراجع شما میگه که عایشه رضی الله عنها زن رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعض کتابها را نمیشته کرد. خواهر عزیز این را ببینید، این کتابها را نمیشته کرد. اینجا خوب گوش بگیرید، این کتاب بالیاز خدا خیانت عایشه، این کسی هست شما گفتی که جاهل، آیت الله العلامه المحقق الشیخ محمد جمیل محمود ای چی میگه؟ ای خنزیر و زندیق میگه که عایشه رضی الله عنها و حفصه رضی الله عنها در زندگی رسول الله زنا میکرد و بعد از شهادت رسول الله زنا میکرد. ما قبول ندارم، چون خودت ندیدی. قبول نداری شیعه نیستی، خودت که قبول نداری شیعه نیستی. او خواهر عزیز قاری صاحب من اجازه دارم با خواهر ملیه یک دقیقه صحبت کنم؟ اجازت است. خواهر ملیه السلام علیکم و رحمت علیکم الله. السلام. خواهر عزیز، مولوی صاحب کتابا را قسم برای شما میگه، این حدیثا را که براتان میاره اینمی مذهب شیعه از اینمی مفسرین گرفته شده. این به الله قسم خواهر، اگر شما قرآن بخوانین در عمر نمیرین سینه بزنین. اگر قرآن بخوانین میفهمید که ارزش زن، ارزش مادر مومنین در بین مسلمان ها باید چی رقم باشه. اگر شما قرآن بخوانین مای محرم و سینه زدن و صیغه و خمس در قرآن نامده. اینمی مذهب که درست شده برخلاف دین مقدس اسلام است، ربط به اهل بیت نداره. خواهر عزیز اینی را شما تحقیق کنین. مولوی صاحب هر وقت که سوال داشتین بیاین، مولوی صاحب درست جواب میده، اما به الله قسم میتون شما تحقیق کنین. 100% ما خواهر عزیز میگم، خواهر عزیز شما که عقیده خوب داری، خواهری هستی، مسلمان هستی، مؤمن هستی، ما به تو نمیگم، لیکن ما یک سوال از شما میکنم. از اهل بیت یک روایت در کتب شما میآید که نبی علیه الصلاه و السلام شهر علم هست و دروازهش امام علی هست. این روایت شنیدی؟ نه متاسفانه. خب علی، اگر ما یک پرسان از شما بکنیم، تو میگی که ما اهل بیت امام علی رضی الله عنه را قبول داریم و فاطمه زهرا را قبول داریم. خواهر عزیز شما میفهمی که ما در یک کتاب 820 روایت در یک کتاب از امام علی رضی الله عنه را داریم. این مسند امام احمد بن حنبل را ببین، 820 روایت لازیات ما روایت از امام علی رضی الله عنه را داریم. شما در کامل مذهب در کامل مذهب 600 روایت از امام علی داری. ما کامل نماز و کیفیت نماز از امام علی رضی الله عنه در کتابها داریم. شما در کامل مذهب کیفیت نماز امام علی و نماز رسول الله نداری. و خواهر عزیز من میخوانم نماز سنت، پیغمبر خدا من نماز میخوانم. ما گپ کسی قبول ندارم، گپ قلب خدا قبول دارم. خواهر عزیز آلی شما چند وقت نماز میخوانی؟ با 5 وقت نماز میخوانم وقت داشته باشم. خب اما نماز، کیفیت نماز که شما ادا میکنی به طریقه که ادا میکنی چیه؟ اما دسواز نماز میخوانم، ولی نماز سنت هم میخوانم. خب آلی به دستهای واز نماز میخوانی یا چی میخوانی؟ این نماز کیفیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟ بله. کجا هست؟ در کدام کتاب هست؟ مثلا به احترام باید استا شویده پیش خدا. وقتی که نماز ما بر خداوند میخوانیم، بر بندیش که حضرت نمیخوانیم. ما و شما پیروی دین پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنم و به طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم باید عبادت خداوند متعال ادا شود. درست است. به طریقه چرا خداوند متعال چی میفرماید در قرآن عظیم شان در سوره الاحزاب؟ خداوند متعال میفرماید که ما چه رقم و پیامبر ما چه رقم طریقه به شما میته، طریقه عبادت، امو عبادت و با امو طریقه عبادت باید ادا بکنید. مثلا در کتاب ما صحیح البخاری ما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید صلوا کما رأیتمونی، نماز ادا بکنید مثل که ما را دیدی شما. یعنی ما که چه رقم نماز ادا کردم امو رقم نماز بخوانید. ما کامل نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک کتاب صحیح البخاری داریم. ما از شما خواهر عزیز پرسان کردیم که نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم شما در کامل مذهب داری؟ به خدا قسم که نداری. نماز امام علی داری؟ به خدا قسم که نداری. نماز امام حسن داری؟ به خدا قسم که نداری. نماز امام حسین داری؟ به خدا قسم که نداری. امام زین العابدین داری؟ نداری. ما علی یک نشان بوتم از کتب شما میگه که پیش از امام باقر علیه السلام شیعه هیچ حلال و حرام نفهمید. به نظر شما گپ درست است که حلال و حرام شیعه نمیفهمن؟
شاید نمیفهمید، لیکن امام علی رضی الله عنه امام ما هست، امام حسن و حسین امام ما هست. الحمدلله. مسلمانی که واقعا حضرت علی علیه السلام امام تمام مسلمان ها هست. بله ما علی پیشتر شما یک سوال دیگه هم دارم، ببخشید 3 سوالم بخوایم که درست ما میاد بگیریم. یکی اهل سنت چرا مور نمیمانن؟ مگه شیطان پیروی از گپ خداوند پیروی نکرد، شیطان نشد طوق لعنت به گردنش افتاد؟ خداوند امر کرد تو باید خاکش از گفنسانش از زک و گفنسان که از خاک جور شده مشزه کنم، من آتش هستم. خداوند طوق لعنت به گردنش انداخت، شیطان شد وقتی که خاک پرستش نکرد. اینال اهل شیعه به خاطر چی مورر میمانند؟ به امر خداوند، چون شیطان از امر خداوند دستکشی کرد. اهل سنت چرا نمیمانند؟ و قنا عذاب نار. چرا نمی ما در اینجا یک سوال میکنم خواهری عزیز، آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در کامل زندگی امی کار کرد؟ نه خیر. یک، چرا ما پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، ما پیروی امام علی علیه السلام هستم. علی که شما میگی که تصویر فاطمه رضی الله عنها نداری یا تصویر چی، آیا فاطمه الزهرا رضی الله عنها امی کار میکرد و با اولادای ایشان گفت که امی کار بکنید؟ نه خیر. فاطمه رضی الله تصویر نمیگشتند. در تسبیح چی گفته میشه در سر نماز؟ نه تسبیح، ما تصویر فهمیدم. الحمدلله و لا اله الا الله، کلش نام خداوند. خواهر عزیز، اما تسبیح که کسی میکنه نمیکنه ما به مو کار ندارم، کسی که میکنه ذکر بخونه. نه با شما سوال کردم، شما باید درست جوابش بدید. اما برادر یک لحظه ببخشید، اما برادر پیشترم خیر است اگر از نادانی یا از هر چیز توهین کرد یا یک چیز گفت، شما باید به درستی و آرامی میفهمندین. میگفتی اینی را غلطه، اینی درست، اینال دلت که انجام میدی یعنی، اما شما زود سر صدا میکنید. ماری عزیز، شما امو یک سوال کردی گوش بگیرید که ما جواب میتم. امو مناظری شما هست، امو سید هست، اون نادان نیست. او به مناظره به ما اما چالش به ما داد که مناظره بری ما بکنید. خواهر عزیز شما اینجا تقیه نکنید. ما قطعی شما تحقیقی بحث میکنیم، اگر الزامی بحث بکنیم 1 دقیقه به خدا قسم که نمیتونی که ما بحث بکنید. خواهر عزیز ما تحقیقی بحث قطعی شما که یک چیز برای شما ثابت شو و معلوم شو. ما عالی شما میگی تسبیح ما با تسبیح کار نداریم. کسی که 2000 تسبیح میاره، 30000 میاره، 5000 میاره، ما کار نداریم. ما پیروی خداوند میکنم، ما کار به هیچ بنده خدا ندارم. اجازه است قاری صاحب مور اجانب نه امر خداوند است. خانم ملیه یک لحظه اجازه بدید، سوء تفاهم شده بین شما و قاری صاحب، یک سوء تفاهم شده. منظور قاری صاحب، منظور خانم ملیه تسبیح گفتن است، نه که تسبیح که ما در دست میگردانیم نیست منظورش. تسبیح گفتن است بعد از نماز. خواهر عزیز علی ما با تو میگم، تسبیح گفتن کسی که سبحان الله والحمدلله الله اکبر، این کتابهای ما پر هست از اذکار الحمدلله از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. شما میفهمی که در کتب ما شما اونجا بروید می بخاری را کمی که نگاه بکنید، مسلم نگاه بکنید، ببینید اذکار ما پر هست. مسئله ما و شما با اذکار نیست خواهر عزیز. اذکار مسئله ما و شما پیشتره که تو گفتی که نماز و مهر گفتی یا چیز گفتی؟ بله مور خاک است، باید خاک پرست به هم به خداوند. بله خاک کربلا رو من کار ندارم. خداوند گفته از خاک باید خاک بانین. حالا که از اهل شیعه او رو به احترام درست کردن، از کربلا طبعا خاکش تبرک است. نه شما باید خاک پرستش کنید. چرا شیطان همین سوال از شما میکنم، چون شما یک آدم عالم هستید. ولی از خدا تکرار نکنید. ما شنیدم ولی از خدا بس از دیگه سوالا را تکرار میکنید. نه تکرار نمیکنید. این سوال جواب بدین به من. من جواب میکنم چون من دانا نیستم که بس کنم.
خواهر عزیز، آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در کامل زندگی ایشان به خاک کربلا سجده کرد؟ بله، مر کجا میماندن. هست؟ کجا هست؟ شما باید پیدا کنید. شما عالم هستید. من عالم نیستم، من یک آدم نادان هستم، فقط خدای خدا میپرستم. من گفتم به شما کار به بنده های خدا هیچ ندارم، حتی به پیغمبر خدا، چون او یک انسان بود. گوش بگیری. امر خداوند را به جای میبرم. کجا هست امر خداوند؟ از خدا بترس، به خداوند دروغ نگویی. نه، به رسول الله خداوند دروغ گفت خاک نگویی. باید پرستش کنید. یعنی نماز از جانب خداوند است، از رسول خدا کجا نیست. هست در قرآن؟ کجا هست در قرآن؟ کجا هست؟ ما قرآن ببخشید کجا؟ من که تو بسته کردیم، میگه که شما که شنیدی که همی خاک بذاری، یک کدام کتاب شما یه روایت آوردی، از کدام حدیث یه روایت آوردی که شما در سر خاک سجده کنی؟ قاریسی به شما پرسان میکنه، لطفا سوال گوش کنی. شما فقط شنیدی، از کجا شنیدی این گفت؟ از رسول الله شنیدی؟ از خداوند به کدام قرآن کریم شنیدی؟ و دیگه کتاب به کدام چیز شنیدی که شما میگه که این کار باید بکنه؟ انا بس کنین محترمه. ما پدری چې مایک ورته خلاص کړه، مایکتون بس کنی. در کجا هست خواهر عزیز؟ چی در کجاست؟ امی که خاک بپرستید؟ کجا در کجا رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواند به مهر؟ و در کجا قرآن من امر خداوند میگم که نه، خداوند امر کرد. در قرآن امر کرد. در قرآن نیست. خداوند وقت امر سر شیطان کرد، شیطان پیروی نکرد، به خاطر از او شیطان شد، یک فرشته بود. خداوند امر کرد که سجده را ادا کنید، نگفت که به مهر کربلا را بگیرید. بله، به خاطر امو اهل شیعه سجده میکنه به خاک، نه به تکه. سب محترم دغه ځای د ټیکه واخلې وای سجده میکنه به خاک. الله ته نه خاورې ته. امر خداوند بودن. خواهر عزیز الحمدلله اهل سنت و الجماعت در ابتدای اسلام عالی گوش بگیرید که ما همه چیزا از رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما ثابت بکنم. سعی کنید در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم، نبی علیه السلام و صحابه که در امو وقت امو پرشار نبود، علی که ما شما در خانه ها داریم، قالین داریم، موکید داریم و دیگه چیزا را داریم. لیکن در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم امو چیزا نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه همه به خاک سجده ادا میکرد. یعنی علی کسی مثلا شما میتونید در هر جایی که بروید، در یک صحرا بروید، در یک دشت بروید، در یک جای پرش نداری، جای نماز نداری، دیگه چیزا نداری، با خاک سجده ادا بکنید. جایز است، مشکل و حرج نیست. لیکن یک کسی که میگه که خاک فلانی او بدعت است در اسلام، شما ما علی نشانه میتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که امی پرش و موکیت و حسیر پیدا شد، با سجده ادا میکرد در بصری. از علی ما از بخاری نشانه میتم، یک دقیقه وقت با ما بیتی که از بخاری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خواهر عزیز اینجا گوش بگیرید که ما امو چیزا از بخاری به شما نشانه بودم. قاری صاحب دم پښتو نه کوته، تاسو صرف د تندې د پاره خاور کافي ده، کټول بدن د پاره. کتاب الصلاه. خواهر عزیز اینجا گوش بگیرید. اینجا گوش بگیرید. انا د لایف د سره شیر کې هلې ماشاءالله د الله زره وسه ورشه شوی دلته ماشاءالله مر 1500 مؤمنان مسلمانان ناس باید په دونه ټیم کې موږ د شل زره تر رسولې وای د لایف هلې د بابل مرغان ماشاءالله د عمر د ابوبکر بچان التناس شما گوش بگیرید. در بخاری 377 روایت نمبر هست. شما میتونید اونجا بروید در بخاری پیدا کنید. اگر میگی که نشانه بودم نشانه میتونم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت ها میآید كي وقام صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني تشت ميفهمي بالاي تشت النبي عليه الصلاة والسلام نماز أدا کرد، جائز هست. و در خشب يعني در یک جای که رفتی یک خشب چوب هست، چوب امو تخته چوب هست و در سری چوب نماز جائز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ادا کرد. بعد شما گفتی که خاک باید می باشه. اینجا ببینید در 380 نمبر روایت باب الصلاة علی الحصیر. امام بخاری رحمه الله باب را آورد که در سری حصیر. بعض از کتب شما از امام صادق علیه السلام روایت اگر میخواهی نشانه میتم که امام صادق علیه السلام میگه که جایز است، مشکل نیست با فرش نماز ادا بکنید. خب نبی علیه الصلاة والسلام اینجا چی میفرماید در 380 نمبر روایت؟ لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس
این در این روایت میفرمایه که یک وقت نماز ادا کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به حسیر پرش، حسیر میفهمی یعنی پرش پلشتیکی، به پرش پلشتیکی نبی علیه الصلاة والسلام نماز ادا کرد. بعض در امی باب دیگه باب میاره باب الصلاة علی الفراش، قالین که ما شما موکیت و دیگه چیزا. نبی علیه الصلاة والسلام فاذا قام بسطها، عائشه رضی الله عنها میفرمایه که یک پرشه با رسول الله صلی الله علیه وسلم یک کس هدیه کرد و آورد. باز نبی علیه الصلاة والسلام که نماز خواند اما ما چی میکنم آورد سوی په فارسی کې آوار کردم و رسول الله صلی الله علیه وسلم در سرش نماز خواند. بعض در اونجا دیگه روایت ها میایه که در بصادر نبی علیه الصلاة والسلام نماز خواند، با فرش نبی علیه الصلاة والسلام نماز خواند و با حسیر نبی علیه الصلاة والسلام نماز خواند. این مسئله چی هست که یک کس باید آلی وقتی ما شما که هست الحمدلله پرشا زیاد است، مساجد صفا هست، آلی ما شما نمیتونیم که تراب بیاریم که داخل مسجد چی کنیم به تراب سجده ادا بکنیم، نه خیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایه که کامل زمین با ما پاک شد، خداوند با ما اما کامل زمین صفا کرد، یعنی هر جای میتونیم که نماز ادا بکنیم. وقتی که خواهر عزیز شما در یک جای هستی که پرش نداری، حسیر نداری، چادر نداری، زمین پاک میشه نماز بخوانید، هیچ مشکل نیست. لیکن یک مساجد هست، خداوند متعال در قرآن معظم شان میفرماید که شما مساجد صفا بکنید، فی بیوت اذن الله ان ترفع، خداوند متعال در قرآن میفرماید ان ترفع. چی معنی داره ان ترفع؟ عمارت بکنید و صفا بکنید و مساجد را خوب جور بکنید، چرا که در اونجا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که نام خداوند در اونجا ادا شود. در وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقر بود، در وقت نبی علیه الصلاة والسلام صحابه و دیگه چیزا امی مصانع و پرشام و کیتا نبود. اگر می بود مثلا علی ما شما یک دیگه چیز نشانه میتم که شما خوب بفهمید، علی در مساجد مسلمان ها اذان در اسپیکر میشه یا نمیشه؟ میشه. بله. آیا نبی علیه الصلاة والسلام در اسپیکر اذان داد؟ صحابه داد؟ امام علی داد؟ امام حسن داد؟ امام حسین داد؟ نه خیر، در زمان امام علی رضی الله عنه اسپیکر نبود. در وقت ما شما اسپیکر هست، چرا که به مردم امی اذان خوب برسه و همه مردم امو اذان بشنو. اگر ما شما بگوییم که نیخه در وقت امام علی رضی الله عنه، وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم اسپیکر نبود، علی اسپیکر است، علی خو ما نمیگیم که در اسپیکر اذان مستحب است یا سنت است، نه خیر، او یک وسیله هست. چی هست خواهر عزیز؟ یک وسیله هست که اذان به مردم خوب برسه. علی په فرش هست، حسیر هست، نماز هست، این یک وسیله هست که در مساجد نماز ادا شوه، خوب ادا شوه، به مردم تکلیف چی نشوه. اگر در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر امی فرش که در زمان ما شما هست، به خدا قسم که نبی علیه الصلاة والسلام نماز ادا میکرد. خب باز در وقت امام صادق علیه السلام این فرش را زیاد شد، در وقت امام موسی الکاظم علیه السلام امو چیزا را زیاد شد، نماز خواند، در سری پرش نماز خواند، در سری قالین نماز خواند، در سری چادر نماز خواند. میگه که هیچ مشکل نیست. فهمیدی علی یا نفهمیدی؟ فهمیدم. بله. مهم مسئله کل بنده خدا باید خداوند پرستش کنن. این بس کردن ها که عمر از عثمان از علی از نبی است، خب البته به امر خداوند باید پیغمبر خدا را همراه نواسه هایش، دامادش، اولادش احترامی کردن هیچ کس اجازه نداره. من این را قبول دارم. خب پرستش کردن به امر خداوند. قاریس محترم دی یو خبره وکړه خار یک دغه ما به قاریس گپ بزن دی وای صرف د الله خبره، یعنی مرته د عمر او حضرت علی او نبی صلی الله علیه وسلم دغه نه دی چې الله سامر کړی هغه ورته د الله خبره خو ته نه اوري، خو دوی مونږ ته راوړي. كويس. خواهر عزیز ای صحابه که از ابو بکر عمر و عثمان یا علی یک تعدوی اسلام هست. کسی که ابو بکر عمر و عثمان و علی قبول نمیکنه، قرآن بس قبول نمیکنه، دین بس قبول احترام داریم، اونام آدم بودن مثل ما. خواهر عزیز آلی در کتبی همه کتبی شما آلی یک 20 کتاب امروز ما نشانه دادم که توهین ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در کتب شما است، محدثین و سیاسی همه شی هست، همه شی به ما عقیده هست. لیکن علی ما از شما یک سوال میکنم که چرا که شما دیگه چیزا را نمیفهمی، با احترام به شما میگم. علی فاطمه رضی الله عنها زنی سرداری زنهای بهشت هست یا نیست؟ هست. میفهمی که این روایت کی کرد؟ پیغمبر خدا.
کی روایت کرد به ما و شما؟ فرزندای نواسای پیغمبر. نه خیر. کی کرد پس؟ عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها. ولی از خدا شما او خواهر عزیز همه کتب شما میگه که عائشه رضی الله عنها یک زنی کافر منافق و فاحشه بود، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. یک با شما میگی که والله فاطمه رضی الله عنها سرداری زنهای بهشت هست. کی روایت کرد؟ ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها. باید چرا امو روایت عائشه رضی الله عنها را قبول میکنی؟ من گفتم من هیچ اجازه رو به خود نمیتونم توهین به خاندان پیغمبر خدا کنم. من کار به اونا ندارم. شاید بوده. با چرا تبشیه هستی؟ او خواهر عزیز در کتاب شما مجلسی میفهمی بحار الانوار کلانترین علامه مجلسی محدث هست. در کتاب خودش بحار الانوار میگه که عائشه و حفصه منافق بود و کافر بود، هر دو زنی رسول الله کافر بود. شما چرا رقم شیعه هستی که محدث خودت قبول نداری، مرجع خودت قبول نداری، مفسر خودت قبول نداری؟ چرا رقم خطت قبول؟ من توهین نمیکنم چون اجازه رو به خود نمیتونم. کل ما بنده خدا هستیم، او رو خداوند تصمیم میگیره کی خوب بود، در آخرت معلوم میشه کی خیانت به خاندان هیمه کرد، کی امام حسین باعث شد به شهادت رسید. میشه شما معلومات دلته دو درې زره دا خبره تکرار که وای شاید بود کېدی شوی وو، دا اوس هم نه مني دا خبره. شاید بود ها؟ شاید یعنی عایشه القرآن میگه که عائشه رضی الله عنها مادر مؤمنه هست و زن پیامبر صلی الله علیه و سلم، و قرآن میگه که اولئک مبرؤون مما یقولون. عائشه رضی الله عنها پاک هست، کدام کافر و منافق کی تهمت در سر عائشه رضی الله عنها زد و آل میزنه، خداوند در قرآن میفرمایه که او پاک است. خب یک باز میگه قرآن اومده من میگم پاک است. قاری صاحب گوش کنین، هدف ما ایست که توهین نباید کنه کسی. خب آل قرآن میگه که عائشه رضی الله عنها جنتی هست، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفره و رزق کریم. خداوند میفرمایه به ایشان عزتمند رزق میدم. رزق کجا هست؟ رزق خداوند در جنت هست. عائشه رضی الله عنها جنتی هست. آل کتاب های شما میگه که عائشه رضی الله عنها کافر بود و منافقه بود. آل ما قرآن قبول بکنیم یا محدثین و کلانترین ملاها و مراجع شما را قبول بکنیم؟ قرآن کتاب خداونده، هر چی که خدا گفته بر نظر من درسته. من هیچ بی‌احترامی نمیکنم در امر خداوند. اما میگم یک سوال از شما میگم کی باعث شد که خاندان هیمه حضرت علی 12 اولاد شهید شد؟ کی کرده این کاره؟ برای چی شهید شدن؟ اگر آل ما از کتب شما ما نشان دادم که از امام حسین علیه السلام، امام حسن علیه السلام امو شیعه که بود در زمانش قتلش خیانت کرد و به شهادت ایشان رساند. از کتب شما از امام حسین علیه السلام ثابت کردم، بس توبه میکشی از امو عقیده‌ایت؟ من عقیده بعد ندارم، من شما سوال میکنم، من معلومات درست ندارم. من جواب از کتب خودت میتم، از امام حسین علیه السلام میتم، قبول میکنی؟ بله. برادران عزیز و خواهران تکلیف نشوید. عمر جان خوش آمدید. این تکلیف نیست، معلومات است، باید مردم درست بفهمن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش باش قرص محترم بفرمایید. اگر وقت داشتم امروز خواهر قابل صحبت میکنم. بفرمایید. مشکل نیست، من به خواهر علی امو کتاب ها را نشان میتم. عزیز لایب شیر کنه هلیز مریم قاری صاحب زه دا په دابل لکم غټوم چې دغه وشي دغه بیا خرابېږي رانه صحیح ده. خو یو لږ صبر وکړي دا کتاب راواخلي. ته خپل کتاب راواخله زه به بیرته درکوم. دوستان لایب درسره نشر کړئ زمریانو ماشاءالله 500 کسان یاست څه د پاسه کوشش وکړئ چې دا لایب سم درسره خوندور کړئ هلیز مریم. ما ابابیل نستسری، ما ابابیل وای ډیر خوند به کړی چې داسې اسمان ته رسولی وای. ان شاء الله استقامت محترم ان شاء الله را روان دي. ابابیل می چیرې دي نن خو باید د 2,000 او 2 میلیونه سکند ته ورسېږي هلیز مریم. ښه صفحه ما کلام کې قربان مسلم الله قربان مسلم الله مراد. دوستان دغه چې موږ
مشکل زبیر جان دا زبیر جان دا واړو دا ګلان مردالای خرابې دا غټي غټي بلاوي استعمال کوي دی الله بنده آفرین. خواهر عزیز این کتاب شما هست الملحمة الحسینیه. الملحمة الحسینیه استاد مرتضی مطهری هست. استاد مرتضی مطهری هست. استاد مرتضی مطهری در مذهب شما کسی که قبول نداره اوشیه نیست. خواهر عزیز جزء اول هست. در جزء اول خواهر عزیز اینجا خوب گوش بگیرید. ما صفحه را میاریم. صفحه را میاریم. دقت بکنید خواهر عزیز، بسیار دقت بکنید، بسیار دقت بکنید. با شما وقت میتم یک دقیقه صبر کنید که با می خواهر کمی تفصیلی گفتگو قاریسه بکنه. انشالله به هر کس وقت میتم، کمی صبر کنید. بس صفحه لایک کنه پلیز مریم. خب خواهر عزیز این کتاب ملحمة الحسینیه هست. صفحه چند هست؟ 129. اینجا خوب گوش بگیرید. ولا ريب في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب. هیچ شک نیست که مردم کوفه شیعه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بود. شنیدی خواهر عزیز؟ بله گوش میکنم. خب وأن الذين قتلوا الإمام الحسين، کسانی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسان. خودت بخوانید، ممکن میتونی بخوانید. هم شیعه. کسانی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسان. این کی بود؟ کی بود؟ شیعه علی بود. خب ما در امی کتاب این جزء اول است، ما میرم در امی کتاب جزء سوم الملحمة الحسینیه استاد مرتضی مطهری جزء الثالث. در این کتاب اینجا خواهر عزیز گوش بگیرید که ما صفحه در صفحه برویم که صفحه 34 هست. صفحه چی هست؟ 34. اینجا ببینید. اینجا ببینید صفحه چند؟ 34. اینجا ببینید، خوب گوش بگیرید. ان الامام الحسين لم يقتل على يد اليهود. امام حسین علیه السلام به دستهای یهودیا شهید نشد. او النصارى نه به دستهای نصارا، او المجوس نه به دستهای مجوسیا، نه به دستهای مشرک و نه به دستهای مرتد. بل انه قتل بأيدي المسلمين، بلکه حسین علیه السلام شهید شد به دستهای مسلمان ها. بل و حتی على يد اصحاب ابیه، به دستهای اصحاب پدر ایشان. اصحاب پدر امام حسین کی بود خواهر عزیز؟ حضرت علی علیه السلام. ما میگم که از برادرزاده حضرت علی خیانت کرد برای اولاد. گوش بگیرید. قبول دارم. بل و حتی علی ید اصحاب ابیه، شیعه امام علی بود که امام حسین علیه السلام را شهید کرد. ولم یکن القتلة من اهل الشام، مردم الشام نبود که شما میگی که یزید بود. کی بود؟ امام شما میگه بل كانوا من اهل الكوفه، بلکه مردم از کوفه بود. خب اینجا ببینید خوب، بل كانوا من اهل الكوفه، مردم کوفه بود. آلی ما نشانه میتم در اینجا مردم کوفه کی بود؟ ان اهل الكوفه كانوا من شيعه علي ابن ابي طالب. شیعه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بود که امام حسین علیه السلام خیانت کرد. یعنی شما میگن یزید آدم خوب بوده؟ نه، ما برای آلمان میگن که یزید برادر شیطان بوده. گوش میکنید. خواهر عزیز الان خراب شد، الان دلت ما اسکرین نخلاصی. خواهر عزیز ما مسئله به یزید باز میرم. اگر شما سوال در یزید داری، ما یزید فاسق فاجر قاتل میدانم. 100%. بله ما همین سوال بود. در یزید مسئله بعدی هست.
اگر از کتبی به شما با ثابت میکنیم که امام زین العابدین علیه السلام قطعش بیعت کرد، از کتب شما ما ثابت میکنم. لیکن علی مسئله در اینجا شما گفتی که کی بود که قطع اهل بیت خیانت میکرد. علی از دو کتاب از کلانترین امام مرجع شما ما ثابت کردم. علی سعی کنید ما از امام حسین علیه السلام در شما ثابت میکنم که امام حسین علیه السلام میفرماید که امین مردم هست که ما را دعوت کرد و علی ما به شهادت میرسانه. یک دقیقه خواهر عزیز، خواهر عزیز وقد خواهر عزیز کلنکو صفحه ما به خواهر عزیز امروز ان شاء الله خدا کنه که دین حقیقی قتی ما قبول بکنه و دین حقیقی اهل بیت. ای خوب گوش بگیرید خواهر عزیز، مکتبه شما یک کتاب الارشاد شیخ مفید هست. شیخ مفید خو میفهمید؟ این مفید هست، جلد 2 صفحه 75. سعی کنید خواهر عزیز اینجا چی میگه. اینجا وقتی که امامی بچه عقیل علیه السلام شهید شد، مسلم ابن عقیل و خو میشناسی بچه کاکای امام حسین، مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیه السلام. حسين عليه السلام ميايا حسين عليه السلام مسلم ابن عقيل يا خط بإمام حسين عليه السلام بارستاد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. إمام حسين عليه السلام بمردم قفك فإنه قد أتانا خبر فظيع قتل مسلم ابن عقيل. در ختم مشتبوت كي مسلم ابن عقيل إمام حسين عليه السلام قفك شهيد شد، وهاني ابن عروام شهيد شد، وعبد الله ابن يختر شهيد شد. إنجا خوب قش بجريد وقد خذلنا شيعتنا، وقد خذلنا شيعتنا، ما کی ذلیل شدیم و تباه شدیم و به شهادت ما را رساند. کی بود؟ اینجا خوب گوش بگیرید. شیعتنا شیعی ما بود. ما را شیعی ما قطعی ما چی کرد؟ به فارسی ما کمی که کمزور هست خدا کنه که شما بفهمید. با ما خیانت کرد قاری صاحب محترم، با ما خیانت کرد. یک دقیقه بعد ما قبول دارم قاری صاحب برادر به برادرم خیانت میکنه. نه خیر علی ما میگم شیع خیانت کرد پیش. تقیه نکنید. در چند کتاب لفظ شیع به شما نشان دادیم. علی صبر کو، علی صبر کو. خواهر عزیز تقیه نکنید. قتیما ما از شما خواهش میکنم که قتیما تقیه نکنید. او دا خو بیا بنده ده دا وسو. یک دقیقه که محاوله ما را پیدا کنم. لایف سر نشر کړئ، لایف سر سکرین سره وټاکو هریس مریانو راویښ سئ. محاوله پیدا کنم تو کم کی با ما وقت بیتی. خدا کنه که مو پیدا شو بخیر. ده اینجا پیدا کردم. خواهر عزیز از خاطر خدا گوش بگیرید. اعیان الشیعه، مکتبه الشیعه، اعیان الشیعه، این صحیح ترین کتاب تاریخی شما هست. السید سید هست. شما میگی که ما سیده را قبول داریم، اهل بیت قبول داریم. چی میگن؟ السید محسن الامین جلد اول صفحه 26. در اینجا خواهر عزیز گوش بگیرید. خواهر عزیز در اینجا گوش بگیرید. خواهر عزیز در اینجا گوش بگیرید. ثم بايع الحسين من اهل العراق 20,000. بیعت کرد قطع امام حسین علیه السلام 20,000 از مردم عراق که از کوفه بود. غدروا به، قطعش خیانت کرد، غدر کرد. و خرجوا علیه، او در مقابل امام حسین علیه السلام بیرون شد. و بیعته فی اعناقهم، او بیعت امام حسین علیه السلام در بغاړو کې څه ورته وایي؟ بغاړو کې فقتلوه. خوب گوش بگیرید. فقتلوه. کی شهید کرد؟
کسی که قتش 20,000 مردمی خائن بیعتش کرد و امام حسین علیه السلام قتش غدر کرد و خیانت کرد و امام حسین علیه السلام به شهادت رساند. خواهر عزیز این تاریخ از شما پوت کرد امی آقاهای شما. چرا هر روز شب و روز توهین عائشه رضی الله عنها میکنه و توهین صحابه را میکنه از خاطر ازی که امو تاریخی بدتر و تاریخی سیاه که شایقت اهل بیت خیانت میکرد امی پوت میکنه. آلی ما یک گپ امام حسین علیه السلام به شما نشانه میتم. یک دقیقه خواهر عزیز، یک دقیقه. اعلام الورا، اعلام الورا لشيخ طبرسي، اعلام الورا باعلام الهدى. خواهر عزیز اینجا میم امو صفحه را ما میارم 468. خب خواهر عزیز اینجا گوش بگیرید. این کتاب کی هست؟ اعلام الورا باعلام الهدى شیخ طبرسی هست. جزء اول صفحه 400 اینجا چی میگه؟ خواهر عزیز بله از خدا امو کتاب‌های شما را خوب گوش بگیرید. خب یک دقیقه امو صفحه ما بعدی برویم که امو ثم رفع الحسين عليه السلام يده وقال. در کربلا امام حسین علیه السلام دستار بالا کرد. با خدا قسم خواهر عزیز اگر شما خبر شدی که امی شیعه چقدر خائنین بود قتی اهل بیت، با خدا قسم آلی توبه میکشی که ما توبگار هستیم. الشیعه توب چی میگه؟ ثم رفع الحسين عليه السلام يده. امام حسین علیه السلام دستهایش بالا کرد. الله اکبر. وقال و فرمود اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم. با دعا کرد ای خداوند متعال با امی مردم اگر وقت دادی ففرقهم فرقا، ای امی فرقه ها را آلی که شما آلی 3.5 فرقه ها هستی امی با دعای امام حسین علیه السلام هست. وجعلهم طرائق قددا، امی با دعای هستا. اینجا ببینید فانهم آلی شما پیشتر گفتی که ایران کافر هست و مسلمان نیست. ای با دعای امام حسین علیه السلام است که شما گفتی. ای گپای امام حسین علیه السلام است با خدا قسم ولا ترضي الولاة عنهم ابدا. امیم کسانی که لیدرای شما هست یا مراجع شما هست یا دیگه خداوند اموم از عامه شیعه راضی نکنه و عامه شیعه از کلانهای راضی نشوه. اینجا ببینید فانهم دعونا لینصرونا. امی مردم مرا دعوت کرد که ما مردم گفت که ما نصرت شما را میکنم. ثم عدوا علينا فقتلونا. کسانی که مرا دعوت کرد و قتی ما بیعت کرد و به ما خطاها را پرستاد، امی مردم آمد مرا به شهادت رساند. ببینید علینا فقتلونا. ما اینجا خواهر عزیز اگر نشانه بتم نشانه با خدا مسلم یک چیز دیگه نشانه میتم که امی مردم اینجا خوب گوش بگیره. یک چیز نشان میتم. مسلم ابن عقیل با امام حسین علیه السلام بله از خدا چی یک خوب ختمی روان میکنه. یک خواهر عزیز که آل شما امی الارشاد 60 غالبا 60 هست. خواهر عزیز اینجا گوش بگیرید. اینجا خوب گوش بگیرید. اما یک چیز به شما نشان میتم ان شاء الله. ما از خداوند متعال میخواهیم که شما امو حقیقت قبول بکنید. مکتبه شیعه مکتبه شما است. الارشاد شیخ مفید، کتاب شیخ مفید است، جلد 2 صفحه 60. خواهر عزیز اینجا ما یک صفحه پیشتر میایم 59 صفحه میایم که مقاضیه به شما خوب معلوم شود. اینجا ببینید. آمدین بخیر. خواهر عزیز اینجا گوش بگیرید. ثم اقبل على محمد ابن الاشعث. اینجا میایم مسلم ابن عقیل با امی محمد ابن الاشعث و با عبدالله و چیب گفت که تستطيع شما تقدري ان تبعث من عندك رجلا على لسان ان يبلغ حسينا. آیا شما می تقدری که یک کس روان کنی به زبان ما که با حسین علیه السلام امو چیزی که ما میدون برسانی. فإني لا اراه الا قد خرج اليكم. ما نمیدانیم که او ممکن امروز پیش طرف شما خارج شد او یا سبا خارج میشه. میگم اینجا ببینید ويقول له او بگوید با حسین علیه السلام ان ابن عقیل مسلم ابن عقیل بعثني اليك. او مرا روان که طرف شما و هو اسیر فی ایدی القوم. او در دستهای قوم بندی بود. اینجا خوب گوش بگیرید. و هو یقول کی میگه؟ مسلم ابن عقیل.
ما در صفحه 60 میاییم، اینجا ببینید در صفحه 60 و هو یقول مسلم ابن عقیل چی گفت به امام حسین علیه السلام؟ خواهر عزیز خوب گوش بگیرید. ارجع فداک ابی و امی، واپس شوید ای امام حسین، مادر و پدر ما از شما قربان شود، به اهل بیتک، اهل بیتم واپس کنید، شما و اهل بیت همه واپس شوید، ولا یغرک، تا دی مغرور نکړي، څه ورته وایي، خطا دی نباسي، شما را مغرور نکنه، شما خطا نخورید، فریب نخورید، شما فریب نخورید. اهل الكوفه مردم کوفه کی هست و انهم اصحاب ابیک، امی اهل کوفه امو شیعی پدری شما هست. باز اینجا میگه ان اهل الكوفه قد کذبوک، امی مردم شیعی پدری شما که از بدترین دروغگوی مردم هست. واپس شو. باز اینجا دیگه قضیهش میایه، یعنی مسلم ابن عقیل با امام حسین علیه السلام در آخری که پیش که شهید شوه با امام حسین علیه السلام گفت که ای امام، پدر و مادر قربان پدر و مادر ما قربان شوه از تو، واپس شو، اهل بیتم واپس کو، اهل الكوفه شیعی پدری شما هست، فانهم اصحاب ابیک، او دوی ان اهل الكوفه قد کذبوک، قد شما که بیعت قد دروغ میگفت، همه دروغگوی هست، خائنین هست، واپس شوید. اما اگر دیگه کتاب ها را نشان بتم به خدا قسم ما 50-70 کتاب دارم که شیعی امام علی، امام حسن و امام حسین که کسی که گفت که ما شیعی امام علی هستم او خائنین بود. کتاب های شما میگه خواهری عزیز. علی چی سوال داری نداری؟ خدا کنه که ببخشید وقتتونم گرفتم. آیا زیارت کردن حرام است؟ نه خیر. بس اهل سنت خیلیشون میگه زیارت کردن حرام است. نه سعی کنید خواهری عزیز، اهل سنت و الجماعت پیروی اهل بیت است الحمدلله. اما اهلی که قبرها در کربلا و در دیگه جاها که شما جور میکنی، یا در افغانستان میگه که اینجا امام علی هست و اینجا هست و اینجا هست، سعی کنید. ما در صحیح البخاری امام علی رضی الله عنه میفرمایه که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که برو در جای فلانی، اگر هر قبر از یک شبر، ای شبر به فارسی نمیفهمیم، در عربی شبر یک لیس یک سپاق، اگر از زمین از یک شبر بالا را دیدی او را چیکو اوار کو، تخریب کو. سعی کنید، ما پیروی اهل بیت هستم الحمدلله. سعی کنید، ما قبر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ندارم، چرا که بری ما رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داد. ما قبر صحابی سید الشهداء حمزه رضی الله عنه را نداریم، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم جور کرد، نه اهل بیت جور کرد. و دیگه ما قبر امام حسن علیه السلام، عثمان ابن عفان رضی الله عنه، همه صحابه، چقدر صحابه که قبر شایش نیست. چرا اسلام بری ما تعلیم داد که جور نکنید. یک باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایه که شما بستر را بسته کنید در 3 مساجد: مسجد الحرام، مسجد المدینه المنوره و مسجد الاقصی. با دیگه جای سفر نکنید از خاطر قبرستان و از خاطر قبر. خب اگر در اسلام امو سفر کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما اجازت داد، چقدر انبیا هست، قبرهای انبیا جور شد بعد از چرا اهل سنت سفر نمیکنند؟ چرا به ما تعلیم نداد اسلام؟ ما در قریه و در ولسوالی و در منطقه که قبرستان هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داد که برو دامی قبرستان برو، عبرت بگیرید و به مسلمان ها دعا بکنید. نکنید که شما در خانه 1 کیلو روغن نداری و بستر را بسته میکنی به کربلا میری. نه خیر، اونجا در قبرستان خودت بروید و به اهل بیت درود بخوانید. من صلى علی واحدة صلی الله علیه بها 10. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید خواهر عزیز در اسلام زیارت کردن جایز است، لیکن طریقه اسلام یک چیز هست و امو طریقه شما دیگه چیز هست. طریقه اهل بیت یک چیز بود و طریقه شما دیگه چیز هست. فهمیدی خواهر عزیز؟ بله فهمیدم. اگر ما در عراق رفتیم از خاطر یک تجارت یا یک دیگه کار بکنیم در عراق، اول ما میرم به قبر امام حسن علیه السلام و به امام حسن علیه السلام سلام و درود میپرستم ان شاء الله و زیارتش میکنیم، لیکن از او طلب حاجت نمیکنم و نمیگم که طلب حاجت از امام حسین کس نمیکنه، واسطه میکنه، چون اونا فرشته بودن، پاک بودن. مردم وقتی کنجه میره میگه به واسطه شما ما روی پیش خدا نداریم، شما واسطه شد. هیچ کس نمیپرسه. خواهر عزیز ای کاش که اهل بیت می کار میکرد، ای کاش که اهل بیت با خدا قسم می کار میکرد. دیدیم که میگم دیدیم
واسطه بین خداوند و انسانای پاک. خواهر عزیز امام علی رضی الله عنه را قبول داری؟ قبول دارم بله. خب اگر از امام علی رضی الله عنه برای شما ثابت کردم که بهترین واسطه ایمان هست، کلمه شهادت هست، نماز هست، زکات هست، نگفت که قبر ما هست، نگفت که قبر امام حسین علیه السلام. ولی ما دیدیم که در مزار شریف کور جور شده. شما عقیده داریم به این؟ هیچ خانوم آمد در مزار شریف، من خیلی کوچیک بودم، دخترش کور بود، دست خود طرف زیارت حضرت علی بالا کرد، گفت دخترم جوان است، کور است، شفا بده. امون لحظه دخترش خوب شد. پس هیچ دلیلی از این چیز نه، دلیلش شما یعنی میگه الان پیش بنده خداوند زیارت کردن حرام است. خواهر عزیز با خدا قسم که مو عقیده ابو جهل هم نداشته بود. کسی که این عقیده داره، این عقیده ابو جهل هم نبود. چرا؟ قرآن چی میگه؟ قرآن میگه ما ندعوهم الا لیقربونا الی الله زلفا. و ابو جهل که مسلمان ها گفت که چرا امو عبادت بت‌ها را میکنیم؟ ابو جهل چه گفت؟ امو کفار قریش چه گفت؟ گفت که ما عبادت بت‌ها را نمیکنیم، فقط واسطه را جور میکنیم پیش خداوند. ما میگم واسطه نه میکنیم. آلی فرق شما و ابو جهل چی هست خواهر عزیز؟ شما که میری اونجا، ما آلی میگم والله ما یک روز شنیدم و دیدم که از اسمان خر پایین شد. شما قبول داری؟ یک چیز خواهر عزیز، یک چیز اما در مناطق ما و شما متاسفانه بسیار چیزا هست که بس فقط میشنویم، لیکن در حقیقت سعی کنید. ما آلی از اهل بیت بسیار چیزا را وقتم زیاد شد، لیکن ما به تو میگم خواهر عزیز که شما کوشش کنید که مطالعه را بکنید. شما کوشش کنید خواهر عزیز که شما حقیقت را جستجوی بکنید. پیش هیچ کس نروید، پیش ما، پیش دیگه هیچ کس نروید. خودت مطالعه بکنید. خداوند به شما عقل داد. در قرآن عظیم شان میگه خداوند متعال که مدد از ما طلب کنید. مثلا آلی ما میگم علی رضی الله عنه کلانترین مرتبه داره یا امام حسین علیه السلام؟ متوجه نشدم ببخشید چی؟ درجه امام علی کلان هست یا امام حسن کلان هست؟ امام حسین علیه السلام. امام علی در کامل اهل بیت به ما نشان بیتی که یک روز اهل بیت رفت گفت که یا علی مدد، یا علی، یا خداوند متعال، ما علی رضی الله عنه از او مدد میخواهیم و از او اولاد میخواهیم و از او واسطه جور میکنیم و چیز میکنیم. یک اهل بیت به ما نشانه بیتی نکرد. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم از علی رضی الله عنه بالا بود یا نبود؟ بهتر بود یا نبود؟ خب نبی علیه الصلاة والسلام از دنیا رحلت کرد. فاطمه الزهراء رضی الله عنها، علی رضی الله عنه و علیهم الصلاة والسلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، زینب الکبرى، زینب الصغرى، سکینه و غیره اولادای امام علی و فاطمه رضی الله عنهم اجمعین. یک روز طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت در قبر رسول الله گفت که یا رسول الله مدد. خواهر عزیز ما از خاطر امو میگیم که به خدا قسم ما شما در سوره الفاتحه 5 وقت نماز میخوایم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب العالمین. ما از شما از تو فقط طلب مدد میکنم. خب آلی در اسلام یک واسطه است، واسطه ای رقم بکنید خواهر عزیز. 2 رکعت نماز بخوانید، صدقه بکنید، خیرات بکنید، روزه بگیرید، تلاوت قرآن بکنید و بگوید که یا الله چقدر که شما تو به محمد رسول الله به اهل بیت محبت داری، اما محبت شما را واسطه میکنیم. نگو که قبر حسین علیه السلام به تو واسطه میکنیم. نه خیر، شما 2 رکعت نماز بخوانید خواهر عزیز، 2 صفحه تلاوت قرآن بکنید، اسماء الحسنى را واسطه جور در قرآن میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. و خواهر عزیز خداوند باید بپرستیم نه بندایشه. ما فقط خدا را قبول دارم، احترام به خدا دارم. خواهر عزیز ما چی میگم؟ خداوند متعال در قرآن میگه ولله الاسماء الحسنى. همان نامهای خداوند متعال حسن ترین هست. خدا کنه که بفهمی امو گفی مارا ترین زیباترین زیبا هست. سعی کنید خداوند متعال میگه فادعوه بها، بخواهید از ما به نام ما. بگویید خواهر عزیز یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا قدیر، یا بصیر، یا علیم، یا خبیر، یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک و امو نامهای خداوند متعال میگه واسطه جور کنید نامهای ما. بعد در قرآن دیگه چی میفرمایه؟ واستعینوا بالصبر والصلاه. شما مدد طلب کنید با نماز، با صبر،
به دیگه چیزا را طلب کنید. خواهر عزیز باز در امام علی رضی الله عنه در نهج البلاغه می فرماید که خوبترین واسطه نام خداوند متعال هست، کلمه طیبه هست، نماز هست، زکات هست. و خواهر عزیز همون یک کتاب نشان میتم باز الله کاریس چې دیوال تم دونه خبرو کې چی ان شاء الله دین حقیقی اهل بیت خواهر عزیز علی ان شاء الله قبول میکنه که ما یک چیز به شما نشان میدم. ان افضل لا اله الا الله امام علی شیر خدا چی میفرماید؟ بیا خواهر عزیز اگر هوشیار می بودی یک دلیل به هوشیار انسان قبول هست و اگر یک جاهل انسان است اگر 20,000 دلایل بیاریم باز قبول نمیکنه. خواهر عزیز ببینید نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه، اینجا خوب گوش بگیرید. اینجا خوب گوش. امام و من خطبه له علیه السلام، خطبه امام علی رضی الله عنه است. ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه وتعالى، بهترین واسطه پیش خداوند متعال که یک کس باید واسطه جور بکنه الایمان بالله و برسوله. اینجا خواهر عزیز گفت که بروید در کربلا یا بروید در مدینه یا بروید در مزار شریف یا بروید در قبر فلان و فلان، یا گفت که الایمان بالله و برسوله، ایمان با الله و برسول الله ای واسطه جور کنید. اینجا خوب گوش بگیرید خواهر عزیز. والجهاد فی سبیله، خوب واسطه به جهاد جور کنید. چرا؟ و کلمة الاخلاص، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. باز میگه که و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و صوم شهر رمضان و حج البیت. خواهر عزیز ای تعلیم به ما شما امیرنا و امامنا علی حیدر کرم الله وجهه به ما شما تعلیم میده. میگه تا اخیر خطبه را اینجا سعی کنید و صدقه السر، صدقه کنید، قرابت در یک دیگه چی کنید، همه وسیله ها را جور کنید. نگفت که در قبر ما بیایید، نگفت که قبر ما توسل واسطه بکنید، قبر امام حسن و حسین و غیره و غیره. امام علی رضی الله عنه هست خواهر عزیز. ما قبول دارم. بله خب علی در کلمه امام علی رضی در الله عنه، افغانستان شهادت مردم امام نام علی ندارن. رضی الله عنه بخوانید بخیر. از سخن قاری صاحب شنیدین بانو ملیحه؟ متوجه نشدم خیلی. بیا وای قاری صاحب محترم. علی امو شهادتی که امام علی رضی الله عنه خوان، امو شهادت قتیمه بخوانید بخیر. از خداوند متعال میخواهیم که شما یک زنی شوید که به همه برادرها هدایت و دعوت بکنید که دین حقیقی اهل بیت بفهمه، دین حقیقی ایمان سعی کنید. جسم ما، خون ما، اولاد ما، زن ما، پدر و مادر ما قربان فاطمه الزهرا رضی الله عنها شوا، امام علی رضی الله عنه شوا، امام حسن و حسین علیهم السلام شوا. همه برادرها به خواهر عزیز تبریک بگویید و خواهر ما هستی. هر روزی که سوال داری پرسان دارید ما بیا اینجا ان شاء الله ما جوابتون میدم. نعره تکبیر، الله أكبر ولله الحمد. نعره تکبیر. مبارک شه خواهری. خواهر عزیز مبارکتان باشه. مبارکتان خواهر عزیز یک چیز میگم، یک چیز با خدا قسم، اهل بیت حقیقی آل شما شد، اهل بیت حقیقی آل از شما شد، صحابه از شما شد، امهات المؤمنین از شما شد. هیچ چیز از دست ندادی. الحمدلله. بگو الحمدلله. همه از شما شد الحمدلله. فقط چیزی که امو آغاها در بنام اهل بیت در میدان آورد و دیگه آورد، امو از شرک و خرافات و دیگه از دست دادی. همه از شما شد. با امان خدا فی امان الله. از خداوند متعال دعا میکنیم که خداوند متعال به شما توفیق بده که به دیگه خواهر دعوت بکنید، که به دیگه برادر دعوت بکنید. ان شاء الله مؤمن هستی، خواهر ما هستی، چی خدمت باشه ان شاء الله ما در خدمت شما هستم، همه برادرای ما و خواهرای ما. یک سوال دیگه کنم، شوره که خانم خدا اعلام میکنه در مورد مثلا در مورد زندگی هم اگه شما یکم به مردم معلومات بدین خوب است. مثلا شوهر خودم به من خیانت کرد، مرا اولادم تنها رها کرده، 3 سال میشه، نه خرج میده نه طلاق میده، من همراه فرزندم تنها در خانه زندگی میکنم. ایشون که اهل سنت هستن، مردم ایران سنی است، اجابم به خاطر خوبی
ما را رها خواهر کرده. عزیز. آیا این سوال دارم، آیا من سر از این طلاق هستم یا باید طلاق بگیرم؟ خواهر عزیز هر کسی که این رقم کار میکنه از هر جماعت که میباشه او خائن هست، ظالم هست. خداوند متعال میگه که این رقم کار یک کس باید نکنه. اگر امو اقربای شما هست با اقربا بگویید، از طرف او از طرف خودت بریشان بگویید که بیا یا مرا با چشم زن سی کنید و به ما بگویید که زنی ما هستی، حقی ما بیتی، نمیتانی به ما طلاق بیتی. اگر قبول کرد قبول نکرد باز میتانی که به حکمت رجوع بکنید و خلع ازو بگیرید. باز که او طلاق میته یا نمیته، خلع که گرفتی باز شما آزاد هستی. که قطعی هر کسی از خداوند متعال میخواهیم که شما امو خواندی شما کسی که خوب شو و هدایت خداوند متعال بکنه. اگر نشد ما دعا میکنیم که در دیگه جای خداوند متعال به شما خوب زندگی بوده. زندگی شما به اون خاطر نگفتم، فقط گفتم شما بر زندگی مردم یک کمک راهنمایی اگه در بی لایفتون بودین، شما دانا هستین، فهمیده هستین، بگوین که مثلا یک مرد که خیانت میکنه آیا اجازه داره؟ تشکر جان، سپاس، ممنون، خدا نگهدار. پیش مرا پایین ترتین، ممنون، خدا نگهدار. انشاءالله یک مسئله داری امو باز بالا که ببینید بابا عبدالرحمن صاحب سبابیل جان هست، عبدالرشید جان هست، زبیر جان هست، تمیم صاحب هست، هر کسی که یک چیز روان میکنه انشاءالله به ما میرسه بخیر. چیز سوال داری، چیز داری، ټول مسلمانانو ته مبارک وي او دی خور ته مبارک وي. الله جل وعلا دی ټول مؤمنانو ته توفیق ور نصیب کړي. دلته سلام سره کوم اخلاصمن ملګری زبیر جان او د نور مخلصو ملګرو ته مې چې دا غټي بلاوي استعمال کړي